بازی چه شورش است در خلق عالم بازی چه شورش است در خلق عالم بازی چه نور خوش است چه ماتم است بازی چه نور خوش است. اقامه ادای کسیه که بکا علیه ما یرا و ما لا یرا. این کار برافراشتن پرچم عزای کسیه که اول کسی که مجلس عزا برای او گرفته ذات مقدس خداوند متعاله. همه ملائکه مقربین و همه انبیاء مرسلین مسئلتشون از خدا اینه که خدا به اونها اجازه بده به زیارت حسین ابن علی برن. بگذار تا بمیرم و تنها نبینم، بگذار تا بمیرم و تنها نبینم، تنها به روی سینه صحرا نبینم، تنها به روی. این عزاداری ها خیال نکنی چیزیه. احترقت لنا، دنیا بسوزد هنوز کمه. امشب بیا که بوس زنم بر گلوی تو، شاید بمیرم از غم و فردا نمیرم، شاید بمیرم از غم و فردا نمیرم. مردم ایران بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سوز کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. میترسم از نگاه به گودان آن طرف، میترسم از نگاه به گودان آن طرف، دارم دعا به زیر لب آنجا نمیرم. این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. غم نیست و گرچه بر بدنم کرده می خورم، من نذر کرده ام که به نیها نبینم. من یک کلمه بگم تا همه بفهمن مصیبت چقدره. ان یوم الحسین اغره جفوننا یا ابن شبیب، ان الحسین دوبه کما یذبح الکبش. ای از سفر رسیده که مهمان دختری، ای از سفر رسیده که مهمان دختری، اول بگو مرا که یقین شهری، اول اما او بالا تشنه کشته حال بینه و بین السماء کالدخان. از قول من بگو به عمو بعد مردنم باید برای غسل من آبی بیاوری.
مثل من آبی حسین